درود به همه شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو کتابخانه صدا، دوستداران کتاب و کتابخوانی، خوش آمدید. امروز من دلارام با شما هستم تا ادامه کتاب پاکسازی ضمیر رو براتون بخونم. روز 8. امیدوارم که در لحظه حال قرار بگیرید و روزهای پر از شادی و نشاط را سپری کرده باشید. امیدوارم که تونسته باشید تا تو این مسیر تا حدودی به موفقیت رسیده باشید. ازتون میخوام که از خودتون انتظار تغییرات یهویی یا مثلا چیز خاصی بشید رو نداشته باشید. این انتظارات مانع رشد و تغییرتون میشه و همین تغییرات کوچیک تو زندگیتون و در وجودتون بسنت کنین و به مرور این تغییرات بزرگ و بزرگتر و زیبا و زیباتر میشه، طوری که بعد از 1-2 سال متوجه تغییرات عظیمتون میشید. و شایدم برای خیلی ها همون تغییرات کوچیک به مرور خیلی سریعتر تغییرات بزرگتر براشون ایجاد بشه. امیدوارم از اون دست آدم هایی باشیم که بتونیم سریع بزرگترین تغییرات رو در خودمون ایجاد کنیم، چون تغییر کردن نیاز به شهامت و قدرت میخواد و از خالق میخوایم که به ما قدرت و شهامت عظیمی برای تغییر کردن خودمون، دیدن خودمون، پذیرفتن خودمون عنایت بفرماید. آمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن برایم این زمین و این زمان. آمین. روز 8. نیروی آزادسازی. همانطور که از بند گذشته رها می‌شوید و به روی زمان حال آغوش می‌گشایید، به روزی تازه چشم باز می‌کنید. زمانی نو که از هر چیزی که تاکنون تصورش را هم داشتید آزادید. باری که مدتی طولانی و مسافتی بسیار تحمل کردید از دوشتان برداشته می شود. مثل گراسپر به قلمروی قدم می گذارید که دیپاک چوپرا آن را وادی امکانات ابدی می نامد. ساحت هوشیاری که در آن شما هستید و همه چیزهایی که وجود دارند، همه چیزهایی که بودند و همه چیزهایی که خواهند بود، جایی که با چشمان باز و شفاف می بینید و این اطمینان به شما القا می شود که می توانید آن زندگی به راستی ارزنده را بگذرانید. ولی لازم است قبل از اینکه به آنجا برسید مطمئن شوید که واقعاً گذشته را در همان جایی که باید باشد رها کردید، در گذشته. بنابراین امروز می تواند گذرگاه یک آیین باشد، روزی که برای جشن گرفتن و شادی که در آن مأمور بعدی تغییر به نام رهاسازی را بطلبید و تمام چیزهایی را که شما را به یاد گذشته می اندازد رها کنید. هر چیزی که نشانه درد، خشم و اتصال شما به روش‌های قدیمی زیستن و بودن است. امروز در اولین قدم خود به سوی زمان حال می توانید شادمانه مثل کودکی که از خردسالی به بزرگسالی وارد می شود باشید و گذشته خود را به نیروی برتر از خودتان واگذار کنید. بله، شما جرأت می کنید کفش‌های کوچک گذشته را که پاهای حساس و دردناک خود را در سالهای بسیار و مسافت‌های طولانی در آنها فرو کرده بودید به دور بیاندازید. آیین پاکسازی. امشب به ناست مراسمی اجرا کنید و در آن با
با انرژی بسیار گذشته جسمانی و عاطفی خود را رها کنید. می‌خواهید آن را گردگیری کنید. با دعا، آواز، پایکوبی و شستشو آن را رها کنید و به دور بیاندازید. به منظور کسب آمادگی هر نشانه‌ای را که شما را به یاد محدودیت گذشته میاندازد جمع کنید. درباره کفش‌ها فکر کنید. در حقیقت ممکن است واقعاً یک جفت کفش داشته باشید که پاهایتان را فشار می‌دهد، پشتتان را به درد می‌آورد، مانع بروز توان باقی پایتان می‌شود و مانند اینها. حتما یادداشت‌های قدیمی، عکس‌هایی که یادآور احساسات ناگوار است، لباس‌هایی که دیگر اندازه نیستند یا نشانه‌هایی از شمایی که دیگر نمی‌خواهید باشید دارید. شاید دچار اعتیاد به نوعی خوردنی، مثلا شیرینی، کیک یزدی یا پفک نمکی گیر کرده باشید. چند تایی برای جشن بیاورید. بعد قرار است نامه‌ای برای خداحافظی با تمام افراد و مکانها و چیزهایی بنویسید که دیگر فایده‌ای برای شما ندارند. اعتیادات، عادتها، افکار، اعتقادات، احساسات، داستانها، نمایشنامه‌ها، دردها و هر چیز دیگری که به فکرتان میرسد و در دسته گذشته‌ای که امروز پشت سر گذاشتنش هستید قرار میگیرد. بناست امروز را به عنوان نقطه تمایز اعلام کنید. روزی که بقیه عمر را به یاد خواهید داشت. روزی که عمیقاً عظمت چیزی که در زندگی به سرتان آمده تصدیق خواهید کرد. این روزی برای جشن گرفتن است. بنابراین مهم نیست که چه کاری دارید میکنید. در خانه تان کار میکنید، به اداره میروید یا با بچه هایتان سرکله میزنید. طوری لباس بپوشید انگار مهمترین روز زندگیتان است. به طور استعاری روز ازدواجی است که در آن با لحظه حال پیوند میخورید و خدا را به عنوان همراه انتخاب میکنید و به تنها انجام دادن به برگی از دفتر گذشته تبدیل میشود. امروز سر فرصت برای خودتان گل بخرید، یک شمع معطر روشن کنید یا موسیقی خاصی پخش کنید تا تمام توجهتان در این شب بر آنچه می‌خواهید رهایش کنید متمرکز باشد. امروز را به عنوان روزی که تلویزیون روشن نمی کنید، به سراغ رایانه نمی روید یا نگران جواب دادن تماس ها نیستید در نظر بگیرید. در عوض آن را روز خود بدانید که سر فرصت و با خیال راحت کاملا از زندگی فاصله می گیرید تا از این گذار مقدس کاملا لذت ببرید. در ضمن یادتان باشد که نیروهایی را که می‌خواهند در این روند مقدس به شما ملحق شوند به یاری بطلبید. با شمع‌ها، گل‌ها، موسیقی، بو و هر چیز دیگری که برای ایجاد هماهنگی انتخاب کردید، محیطی خاص برای جشن مقدس خود بسازید. جایی را انتخاب کنید که بتوانید تنها باشید و یک ساعت کسی مزاحم شما نشود. باید مکانی باشد که بتوانید با صدای بلند صحبت کنید، چون نیروی کلماتی که ادا می کنید در تمام سلولها و هر ذره از ضمیری که دارید بازتاب می یابد، چون فقط می توانید چیزی را که تقدیس کردید رها کنید. تمام چیزهایی را که قبلا جمع کردید و اکنون آماده دور ریختن آنها هستید. نامه‌ها، عکس‌ها، لباس‌ها و امثالهم را به یاد بیاورید.
اگر هم امکان دارد از رایانه خانگی و چاپکر برای درست کردن برچسب گذشته ها استفاده کنید و این نشانه را روی هر چیزی که می‌خواهید دور بریزید بچسبانید. یا در جعبه‌ای که دور ریختنی ها را گذاشتید بگذارید. برای چیزهای نادیدنی روی تکه های کوچک کاغذ اعتقادات و رفتارهایی که شما را محدود کرده است. مثلا من عادت دارم اخبار ببینم، باورم شده به قدر کافی لایق نیستم، معتقدم که زیاد پیر شده ام. بنویسید. شاید شما یادداشت‌های توهین آمیز یا ایمیلی قدیمی که کسی برایتان فرستاده با یک عکس با کسی که اکنون برایتان خاطره ناگوار را زنده می کند نگه داشتید. وقت آن است که همه را دور بندازید. میدانم که شاید مکانی مناسبی برای سوزاندن آنچه از گذشته به جا مانده و شما را می‌آزارند نداشته باشید. بنابراین به سراغ یک کیسه زباله سیاه بروید. این کیسه به شما کمک خواهد کرد مراسم رها شدن از شر گذشته را انجام دهید. مراسم. اولین شی را بردارید. آن تکه کاغذ یا نامه‌ای است که قسمتی از رنج، خشم یا آزردگی شما را با خود دارد. هرچه که هست آن را بالا بگیرید و ضمن دست برداشتن به درگاه خداوند کلماتی مثل اینها را تکرار کنید. من مصممانه تمام این درد و رنج و دغدغه را به کائناتم میدهم تا آن را چاره و تبدیل کنم و دوباره با صدای بلند هرچه را که دارید با این حرکت نمادین دور میاندازید. نام ببرید. شاید شیئی بعدی خوردنی هایی باشد که به آنها اعتیاد دارید و جمله رهابخشتان چیزی مثل این می شود: اکنون تصمیم دارم دیگر اسیر این خوراکی نباشم. اکنون همه نیروهایی را که روزی به این کیک شکلاتی می دادم پس می گیرم. اگر یک جفت کفش را به دور می اندازید، حتما با این که ممکن است آن را در ساک گذشته ها گذاشته باشید، در پایان مراسم ممکن است بخواهید آنها را در کیف دیگری بگذارید و به کسی بدهید آنها را بپوشد. اگر واقعا میخواهید آنها را دور بیاندازید، درباره همه طریقی که کفش‌های شما را آزار داده اند، زیاد تنگ، کوچک یا زیادی سفت بودن، حرف بزنید. بگذارید کفش‌ها نشانه‌ای از خودتان باشند که دارید پشت سر می‌گذارید. اگر یک جفت کفش ندارید، شکلشان را نقاشی کنید. یادتان باشد که در حین انجام مراسم از تنفس خود غافل نشوید و بدانید که نحوه تنفس ابزار مهمی برای کمک به شما در تحلیل و رها کردن درد گذشته و کمک به شما برای اتصال به منبع الهی است که همیشه پشتیبان شما بوده و به سرعت و همیشه شما را راهنمایی کرده است. اگر وسایل خود را نمی سوزانید، مقداری نمک بردارید و روی ساک وسایل بریزید و تأکید کنید که مواد درون نمک اکنون همه چیز را از شما می‌زداید که شما دارید بندهایی را که به آن گذشته پیوندتان میداده می‌گسیلد و آن را به خدا تسلیم می‌کنید. همه را تقدیس کنید و بخواهید که این چیزهای آزاردهنده و دردناک، شکست‌ها، فقدان‌ها، محبتی که می‌خواستند به شما بدهند داده باشند. اما اکنون گذشته شما در دست خداوند است. ساک را ببندید. اگر دوست دارید یک پاپیون رویش بزنید و آن را به خاک روبه بندازید.
مهم است که شما آن را از خانه یا محلی که در آن زندگی می کنید بیرون ببرید. اگر یک مرکز بازیافت عمومی در نزدیکی شما هست و می توانید به آنجا بروید، پیشنهاد می کنم ساک گذشته تان را در خودرو بگذارید و برای آخرین سواری با خود به آنجا ببرید. می توانید موسیقی مورد علاقه خود را بگذارید و تا رسیدن به مرکز بازیافت آواز بخوانید و گذشته خود را شادمانه رها کنید. اگر دلتان گرفته و احساس اندوه می کنید، آن هم عیبی ندارد. دور انداختن کفش هایی هم که خیلی تنگ ولی عمیقاً آشنا هستند می تواند احساس فقدان را القا کنند. بنابراین با حرارت هرچه را در ساک هست تقدیس کنید. وقتی پس از انداختن گذشته تان در محل بازیافت به خانه برمیگردید، بسیار بسیار مهم است که به حمام بروید. اگر می توانید در وام حمام کنید، مقداری نمک دریایی و 2 فنجان شیر در آب وان بریزید. مقداری سیب و عسل بخورید و برای داشتن یک زندگی جدید و شیرین دعا کنید. همانطور که در وان خوابیده اید یا زیر دوش ایستاده اید، بارها و بارها شکر خداوند را به جا آورید و از خودتان برای وارد شدن به لحظه حال و در آغوش گرفتن آن تشکر کنید. مبارک است شما به یک روز نو رسیده اید. به بستر نروید مگر اینکه خودتان و نیرویی را که به شما جرأت داده کفش‌های کهنه را بیرون بیاندازید و زمان حال زنده را زیر پاهای برهنه خود احساس کنید تصدیق و تأیید کنید. حتما 1000 بار از خودتان تشکر کنید. به هر سلول وجودتان عشق نثار کنید و به خودتان بگویید که اکنون وجود جدیدی برای رفتن به آغوش خداوند دارید. غذای روح. من از گذشتم رها شدم. آینده‌ای رؤیایی منتظرم است. تمرین صبحگاهی. برافروختن شعله رهایی خودتان. 1. وضعیت شعله رهاییتان همکنون چگونه است؟ 2. از امتیاز 1 تا 10 چه امتیازی به آن می‌دهید؟ می‌خواهید در پایان روز امتیازش چند باشد؟ 3. خواست شما برای امروز چیست؟ چه خواسته‌ای می‌توانید به وجود آورید تا شعله روحی و معنوی شما را تقویت کند؟ 4. چه احساس اولیه‌ای می‌خواهید از خواست خود به وجود آورید؟ 5. چه باید بکنید تا مطمئن شوید خواست شما به واقعیت می‌پیوندد؟ 6. چه چیزی را باید رها کنید؟ فکر، باور، رفتار تا مطمئن شوید برای امروز خواسته خود را عملی خواهید کرد. 7. چه ذکر شفابخشی، چه جمله یا ندایی می توانید در طول روز در دل تکرار کنید تا به روحتان آرامش بخشد و خواست شما را متجلی کند؟ 8. چند بار در طول روز نیاز دارید این جمله را بشنوید؟ پایان روز 8. امیدوارم که بتونیم این روز رو به خوبی و به شادی سپری کنیم و بتونیم و این قدرت و شهامت دور ریختن گذشته رو داشته باشیم. بتونیم دل از گذشته خود بکنیم و فقط برای امروز و در لحظه حال زندگی کنیم به امید خالق، با کمک خالق و نیروهای خداوند و روحمون. از خدا میخوایم که به ما تو این مسیر رهایی کمک کنه. آمین. پایان امروز. تا روزی بعد، تا
درودی بعد دوستان، بدرود.